پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را با خبر ساخت که هر کسی که از دنیا برود 3 چیز به دنبال او می روند. این 3 چیز در دنیا به همراه او بودند. چقدر با او رفتند و برگشتند. چقدر با آنها می نشست. چقدر با آنها می خندید. چقدر در اندوه و شادی به همراه او بودند. در حال خوشحالی و در حال گرفتاری. چقدر با او نشستند و با او انس گرفتند. پس این 3 چیز به همراه او می روند. در حالی که جنازه او را حمل می کنند. این جسد را تا قبر حمل می کنند. خانواده و اموال و عمل او به همراهش می روند. پدر و مادر و برادران و دوستان و فرزندان به دنبال او می روند. سوای اینکه با اندوه یا شادی او را دنبال می کنند. فقط او را دنبال می کنند و اموالش نیز که به دنبالش بیاید. ممکن است که درون ماشین خود حمل شود که چنین و چنان قیمت داشته باشد، یا ممکن است به همراه فرزندان خود پولی داشته باشد که آن را برای آماده سازی کفن و دفن خرج کنند. همگی این چیزها را حمل می کند و با آن حرکت می کند و همچنین عمل او نیز به دنبال او می رود. نمازش، روزهش، عبادتش، ذکر الله، استغفارش، تلاوت قرآن، اعمال صالح او نیز به سوی قبرش می رود. چرا که اگر دفن شد و از سوی 2 فرشته در قبر سؤال شد، بعد از آن مردی خوشبو و زیباروی به پیش او می آید و به او می گوید که به آنچه که تو را خوشحال می کند تو را بشارت می دهم. به رضوان الله و مغفرت او تو را بشارت می دهم. پس به او می گوید که تو چه کسی هستی؟ می گوید که من عمل نیک تو هستم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید 3 چیز به دنبال او می روند. پس 2 چیز برمیگردند و 1 چیز باقی می ماند. برای همین اهتمام ورزیدن انسان می بایست به چیزی که ماندنی است بیشتر از چیزهایی باشد که از پیش او می روند. به نماز خود اهمیت بدهد، چرا که در قبر به درد تو می خورد. او نجات دهنده تو و وفادار به توست که در قبر تو را همراهی می کند. به زیاد گفتن ذکر الله اهمیت بده، استغفار زیاد، تسبیح و تهلیل زیاد، به تلاوت قرآن اهمیت بده، به دعا کردن اهمیت بده. این اعمال صالح به الله قسم چیزهایی هستند که به همراه تو درون قبر وارد می شوند و با برکت و سود خود تو را احاطه می کنند. اما خانواده و اموالت تو را در قبر می گذارند و به سمت کارهای زندگی خود می روند. 3 چیز به دنبال او می روند. 2 چیز برمیگردند و 1 چیز باقی می ماند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد میت در قبر خود فرمود: همانا او صدای بر زمین خوردن دمپایی آنها را می شنود. اگر میت از دنیا رفت، روحش خارج شد و به سمت آسمان برده شد، سپس هنگامی که دفن شود روحش به جسد برمیگردد. سلام و صلوات الله بر او باد می‌فرماید همانا او صدای بر زمین خوردن دمپایی آنها را می شنود. بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ فرشته‌ها میآیند و از او سوال می‌کنند که پروردگار تو کیست؟ دین تو کیست؟ پیامبر تو کیست؟ مرده قبل از مرگ سنت است که چیزهایی را انجام بدهد. قبلا در مورد احکام وصیت قبل از مرگ صحبت کردیم. از مهمترین احکام آن این است که انسان در آن ظالم نباشد. همانا ظلم کردن در وصیت سبب عذاب بعد از مرگ است. ظالم باشد مثل اینکه برای بعضی‌ها وصیت کند، نه برای همه. بعضی از مردم ممکن است که چندین فرزند داشته باشند که بعضی از آنها ممکن است که برای او عاق باشد یا اخلاق نیکی با او نداشته باشند. پس او در وصیت میگوید که از اموال من به فلانی اینقدر بدهید و به فلانی آنقدر. این جایز نیست، چرا که الله تعالی ضامن تقسیم آن و توزیع آن بین مردم شد. خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم 2 دختر است. شرعاً برای تو جایز نیست که شروع کنی و بگویی که به پسرم فلانی بیشتر بدهید، چرا که به من بیشتر نیکی کرد، یا اینکه او عاقل‌تر است، یا اینکه از اموال بیشتر محافظت میکند. اصل این است که به هر کسی به اندازه‌ای که برای او مقرر شده داده شود، مگر اینکه یکی از آنها اموال را به بدی استفاده کند. مثلا پناه به الله مصرف کننده مواد مخدر باشد، مصرف کننده مواد مست کننده باشد، یا این اموال را هدر بدهد. در آن هنگام ممکن است که پدر وصیت کند که بخش خاص این اموال به این فرزند در نزد قاضی بماند و از آن بر او انفاق شود، چرا که اگر اموال را به او بدهند ممکن است آن را در چیزی که به ضرر خودش است صرف کند. اما جایز نیست که او را از میراث محروم کند. همان گونه که جایز نیست
که در مورد بیش از 1/3 وصیت کند. مثلا میراث او 100,000 باشد و وصیت کند که با 50,000 برایم مسجدی بسازید. این جایز نیست. حد اکثر مقدار وصیت برای خود او 33% است. فقط همین. و این 1/3 باقی مانده است. اما اگر بخواهد بیش از آن برای خود وصیت کند، پس این به صورت مستقیم به وارثین برمیگردد که آیا با آن موافقت می‌کنند یا خیر. اگر وارث‌ها موافقت کردند که وصیت پدرشان را انجام دهند یا وصیت برادرشان یا وصیت پدر بزرگشان، هر وارثی که باشد و هر مرده‌ای که باشد، بر اساس ورثه او هر که هستند، اگر بر انجام وصیت موافقت کنند، با اینکه از 1/3 بیشتر باشد، این جایز است. اما اگر اجازه آن را ندهند، پس فقط 1/3 از آن برداشته می شود و مابقی را بر این ورثه ها توزیع می کنند. همچنین مستحب است که انسان قبل از مرگ برای خود وقفی انجام دهد و همچنین در وصیت خود بر ناظران و حقوق آنها وصیت کند. اگر نگاه کنی می بینی که بسیاری از این اوقاف بی اهمیت شده. مثلا صاحب آن از دنیا رفته است و ساختمانی را وقف و وصیت کرده که درآمد آن برای کفالت ایتام و کفن و دفن اموات، طالبان علم و زنان بی سرپرست خرج شود و فلان پسرش هم ناظر بر وقف است و پسر هم تنبل است و نمیتواند هر بار نزد مستاجر برود و اجاره را از او طلب کند، و یا اینکه مستاجر هر بار میگوید به خدا پول ندارم، هفته آینده بهت میدم و هر هفته این کارو بکند. دوباره بعد از 1 هفته میگه هفته دیگه بیا، ندارم. اگر این ناظر بر وقف در آن منفعت مالی نداشته باشد، اغلب اوقات به آن اهمیت نخواهد داد. به همین جهت من تعدادی از اوقاف را میشناسم که از 10 سال یا بیشتر اهمال شدند. اجاره آنها اخذ نشده، آنها را ترمیم نکردند و هیچ کس اصلاً به آنها اهمیت نمیدهد و سالها بر مستاجرها گذشته و اجاره‌ای دفع نکردند. برای چه؟ چرا که اینها وقف هستند و ناظران به آن اهمیتی نمیدهند. به همین جهت میبایست به امثال اینها اهمیت بدهیم. اگر تو بخواهی که برای خودت وقف کنی و چیزی را تعیین کردی، این دکان یا این خانه یا آن ساختمان یا آن مزرعه و امثال اینها، حتی مزرعه ها. من از برخی سرزمین های معروف به نخل و خرما گذر کردم. از مزرعه های گذر کردم که نخل آنها سقف ها و دیوارها بر پایه هایش فرو ریخته بود. خشک شده با اینکه زمین پر از آب است، اما زراعت نمی کنند. پس از بعضی از صاحبان خرما سوال کردم که این مزرعه موقعیت مناسب و زمین مناسب دارد و نخل‌های آن خوب هستند، چرا سقف‌ها و دیوارها بر پایه‌هایش فرو ریخته بود و از آنها استفاده نمی شود؟ پس گفت ای شیخ، این وقف است. گفتم یعنی اگر هم وقف باشد؟ گفت که این وقف است و ناظران آن را اهمال کردند. چه موقع می توانی ناظرها را ملزم به اهتمام ورزیدن کنی؟ هنگامی که مقداری از اموال را به عنوان پاداش عمل آنها قرار دهی و مثلا بگویی که ناظر بر این ساختمان 10% درآمد از آن اوست، پس اگر بفهمد هنگامی که اجاره را از مستاجرها بگیرد 10% آن مال او خواهد بود یا 20% آن یا مثلا 30% بر حسب مقدار این اموال می رود و این اجاره را به خاطر پول خودش هم که باشد از مستاجرین می گیرد. یا اینکه مثلا بگویی که این دکان یا آن خانه یا آن مزرعه اگر ناظر بر آن نظارت کند و به آن اهتمام بفرزد یا آن را زراعت کند و به میوه آن اهمیت بدهد و سپس آن را بفروشد، 1/3 محصول پاداش اوست. پس اگر برای نظارت کننده ها دستمزدی قرار دادی و در واقع توانستی که کارت را دقیق انجام بدی و در حالی که درون قبر هستی، با این وقف ثواب دریافت می‌کنی. بله، هنگامی که در قبر هستی، بعد از اینکه صدای بر زمین خوردن دمپایی آنها را شنیدی، آن وقفی که ترک کردی، اجر آن حتی بعد از مرگت نیز بر تو جاری می شود. به همین سبب به وصیت خود اهمیت بده و به کسی در آن ظلم نکن و به بیش از 1/3 اموالت وصیت نکن. به وقف خود اهمیت بده و بگذار کسی بر آن نظارت کند تا اینکه از دنیا نروی و بعد از آن از وقفی که گذاشتی اجر و ثوابی به تو نرسد. همه آن به سبب خطاهای کوچکی است که به خاطر حرص نورزیدن و دقت نکردن بر این وقف یا وصیت قبل از آرام گرفتن در قبر خود می باشد. اعمالی که به درد میت بعد از مرگ میخورند چه چیزی هستند؟ سعد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت ای رسول الله، همانا مادر من از دنیا رفت و گمان میکنم که اگر میتوانست حرف بزند صدقه میداد.
آیا می شود که از طرف او صدقه بدهم؟ فرمود بله، و در روایتی همانا مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت همانا مادرم از دنیا رفت و گمان می کنم که اگر می توانست حرف بزند صدقه می داد. آیا می شود از جانب او صدقه بدهم؟ فرمود از جانب او صدقه بده. بنابراین به اذن الله ثواب صدقه به میت می رسد. و سعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد بهترین صدقه دادن سوال کرد. فرمود آب دادن. اگر کسی از نزدیکانت از دنیا برود و یک آب سردکن بیاوری و به نیت ثواب این میت در مسجد بگذاری، به اذن الله ثواب آن به او میرسد. اگر بیایی و در مسجدی یخچالی بگذاری و این یخچال را پر از آب معدنی که در قالب بطری‌های کوچک یا لیوان‌های کوچک میآیند پر کنی و در این مسجد بگذاری و مردم از آن بنوشند و نیت کنی که ثواب آن برای پدر از دنیا رفته‌ات یا برادر از دنیا رفته‌ات باشد، در آن برای تو پاداش است. یا اینکه در مسجد خرما بگذاری که در راه مانده‌ها و فقرا و ضعفا یا نیازمندان و گرسنگان از آن بخورند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را امر کرد که اگر به فقرا غذا دادید و سلام را افشا کنید و به هنگام شب در حالی که مردم در خوابند نماز خواندید، فرمود به سلامتی وارد بهشت می‌شوید. پس بدون شک غذا دادن از بهترین اعمال است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید محبوب ترین اعمال نزد الله تعالی 3 تاست و ذکر کرد این که برادر مؤمن خود را خوشحال کنی یا قرضی را برای او بپردازی یا اینکه نانی به او بدهی، این از بهترین اعمال است. سعد گفت که مادرم از دنیا رفت، آیا از جانب او صدقه بدهم؟ فرمود از جانب او صدقه بده. از جمله اعمالی که ثواب آن به مرده میرسد روزه است. هر آن کس از دنیا برود و روزه ای از او قضا شده باشد، می شود به جای میت روزه گرفت. فریضه الله تعالی. فریضه الله تعالی. زنی گفت همانا فریضه الله تعالی پدرم را که پیرمرد بزرگسالی است را شامل شده. آیا از جانب او حج به جای آورم؟ گفت از جانب او حج به جای آور. پس این دلالت می کند که اگر انسان حج و عمره انجام دهد، ثواب آن به پدر از دنیا رفته یا مادر از دنیا رفته او می رسد. ثواب همه این اعمال صالح می رسد و برترین اعمالی که ثواب آن به میت می رسد، به الله قسم برترین اعمال دعاست. اما اگر ابن آدم از دنیا برود، عمل او قطع می شود مگر از 3 چیز: صدقه جاریه، یا علمی که سود بخش باشد، یا فرزندی که چه کار کند، برای او دعا کند. و در حدیث دیگر آمده همانا الله تعالی درجه بنده را در بهشت بالا میبرد. پس میگوید پروردگارا برای چه درجه من را بالا بردی در حالی که عملی ندارم؟ پس میگوید این به سبب دعای فرزند صالح تو بعد از توست. تو صحیح است عملی نداری. نمازت را یا روزت یا عبادتت زیاد نیست. عملی نداری که جایگاهت را بالا ببرد، اما فرزند صالحی داری. گفت این به سبب دعای فرزند صالح تو بعد از توست. در کل آنها اعمالی هستند که امید می رود ثواب آنها به میت برسد. سعد ابن معاذ که خداوند از او راضی باشد، از بهترین یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در جنگ خندق مجروح شد. یکی از مشرکین او را با تیر کمان در ناحیه قوزک پا هدف قرار داد و به رگی که در پشت پایش بود اصابت کرد. پس شروع به خونریزی کرد. مداوا می شد و خونریزی می کرد تا آنکه در آن شب که رضای الله بر او باد از دنیا رفت. سپس جبرئیل به نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، این کدامین یار توست که با مرگش عرش رحمان به لرزه در آمد؟ این کدامین یار توست که با مرگش عرش رحمان به لرزه در آمد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد و صحابه خود را می نگریست. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، تا اینکه دید سعد ابن معاذ کسی است که از دنیا رفته.
پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد او رفت و در پیش سر او ایستاد و به او نگاه کرد، در حالی که او مرده بود و مادر سعد گریه می کرد. فرمود: هر زن نائحه دروغ می گوید بجز مادر سعد. یعنی کسی همانند سعد استحقاق گریه کردن را دارد. سپس او را به قبر خود حمل کردند. هنگامی که دفن شد پیامبر فرمود قبر سعد را یک بار در خود فشار داد و اگر کسی قرار بود از فشار قبر نجات می‌یافت سعد ابن معاذ بود که از آن نجات می‌یافت. قبر انسان را فشار می‌دهد و اگر کسی قرار بود از آن نجات یابد آن سعد ابن معاذ بود. آماده کردن قبر و تودیع میت همه این چیزهایی هستند که از ما خواسته شده. تودیع میت هرگاه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر می‌دادند که کسی در حال مردن است، تلاش می‌کرد بر سر جنازه‌اش حاضر شود. حرص می‌ورزید که در آن هنگام حاضر باشد. هنگامی که دخترش به نزد او کسی را فرستاد و به او گفت ای رسول الله، همانا پسر من در حال وفات است. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد او رفت و آن بچه را حمل کرد. همچنین تودیع میت مشکلی ندارد و همچنین باز کردن صورت او و نگاه به او مشکلی ندارد. هنگامی که پیامبر وفات نمود مردم با هم به اختلاف افتادند. بعضی از آنها گفتند که پیامبر از دنیا رفت و برخی دیگر می گفتند که پیامبر از دنیا نرفته. عمر خشمگین شد و گفت همانا این غیبت همانند غیبت موسی از قوم خود بود. هنگامی که خارج شد و سپس برگشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز این چنین است. خبر وفات او را تحمل نمی کردند. کسی که دوستی او در رگ‌هایش جاری بود، آنها حق داشتند این گونه باشند. وقتی ابوبکر خبر را شنید، وارد خانه عایشه که خداوند از او راضی باشد شد و دید عایشه در گوشه گریه می کند و با پارچه‌ای پیامبر را پوشاندند و ابوبکر پارچه را کنار زد و فرمود مرگی را که خداوند بر تو واجب کرده بود چشیدی و ای رسول خدا، زنده و مرده‌ات خوشبوست. سپس پیشانی پیامبر را بوسید و با آن پارچه صورتشان را پوشاند. خارج شد و به مسجد رفت و بر مردم خطبه‌ای کرد و گفت هر کسی که محمد را عبادت می کرد پس همانا محمد وفات کرد و هر کسی که الله را عبادت می کرد پس همانا الله زنده است و نمی میرد. سپس قول الله تعالی را تلاوت کرد. جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر نیز بودند. آیا اگر رسولی بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین خود باز می گردید؟ پس عمر گریه کرد و گفت آیا این آیه‌ای از کتاب الله است ای ابوبکر؟ گفت آری. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دفن شد. این قبر است و این اعمالی است که به میت سود می‌رساند و اعمالی که ممکن است به او زیان برساند و این نیست تعامل با میت بعد از مرگ. از الله تعالی می‌خواهیم که عاقبت همگی ما را خوش گرداند. لشيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز
يوما خزائن